ببینیم برادرای عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبرمون در سرخون میشست چو میکرد؟ اول اویشه مادرمون فریاد میکرد، یک میزد میومد به اویشه خوراک نمیخورد، میشستن یک جای سری در سرخون ده اویشه مادرمون خوراک میخوردن. اویشه مادرمون یکم گوشت میگرفت میخورد میمون، پیامبرمون میگرفت دلش دوام میداد گفتی گپو میخوردن. بین رفتار بین، هرگاهی که میگه اویشه مادرمون کسل میشید، کسل حیض میشید، زنانه میشید، پیامبرمون چیکار میکرد؟ پیامبرمون در سرش در پیشوی برش میموند و کتاب قرآن میخوند بگیم بلند که اویشه مادرمون گوش کنه. این رفتار معامله برادر عزیز، هر آن چیزی که پیامبرمون میکرد همش از جانب الله سبحانه و تعالی بود و اپش خیلی چی نمیکرد. من نمیدونم از این معامله نسبت زنها هست نیست، فکر میکنم کامنتر را می نویسه که یکم خواهر دختر مثال جوان دختره که مثال شوهر که دیگه میخواد فکرش بنویسه او شوهراشون معامله هم خیلی بگه که مردایی که هستن بنویسن که معامله هم خیلی دورین ندورین. زد میکنم کامنتر را. الله یستون کنه. سلام علیکم و رحمت الله.